دادگاه ولایت ختلان ساکن 37 ساله نویه 5 محمدجان اسانقلوف را با جرم با یک بیرحمی مخصوص کشتن پدر سالخورده‌اش عوض بوستانوف به 20 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. اسانقلوف در آن گناهکار دانسته شد که روز 7 ایون سال 2022 در حالت مستی پدرش را با بلغه زده کشته است. حکم اسانقلوف 16 سپتامبر سال 2022 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 7 نوامبر برخی تفصیلات قتل پدر از دست فرزندش را نشر کرد. بنا به اطلاع دادستانی اسانقلوف محمدجان سال تولدش 1985 ساکن نویه 5 ولایت ختلان سحنه 7 ایون سال 2022 یک شیشه نوشاکی اسپریتی عرق تمغه تاجیکستان گوست را خریداری نموده آن را در خانه استقامتیشان واقع در نویه 5 همراه پدرش بوستانوف عوض استعمال نموده است. دادستانی ادامه این عیش و نوش را که با کشتار انجامید چنین تصویر میکند. بوستانوف عوض از نوشیدن مشروبات اسپریتی در حالت مستی قرار گرفته در خصوص رفته از خانه پدر عروس اسانقلوف محمدجان به خانه‌شان آوردن همسر و فرزندانش صحبت نموده است. در این زمینه بین اسانقلوف محمدجان و بوستانوف عوض بحث و مناقشه به میان میآید. اسانقلوف محمدجان با مقصد غرض قصداً از حیات محروم ساختن بوستانوف عوض با بلغه در دستش بوده به عضوهای حیاتاً مهم یعنی به سر و روی پدرش یک چند مراتب زده است که در نتیجه بوستانوف عوض در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود محمدجان اسانقلوف و یا ادوکاتش برای شرح این قضیه دسترس نیست. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله پدر و مادران از جانب فرزندان آنها خبرهای زیاد به دست میرسند. این در حالی است که در بین مردم تاجیک احترام پدر و مادر ارج ویژه‌ای میگذارند و حتی سخن بلند زدن نسبت به والدان یا دست برداشتن به طرف آنها را سخت محکوم میکنند. جامعه شناسان افزایش چنین جنایت‌های سنگین به مثل قتل پدر و مادر را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط میدهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل مینامند.